الحمدلله با آمدن امارت اسلامی در وطن عزیز ما افغانستان و بالخصوص در پروان زمین کارهای زیاد از خاطر نفع عام مردم ما شروع شده و بعدش به بهره برداری سپرده شده که یک بالمشاهده خود ما در ولسوالی بگرام در قریه باریکاب است، پل باریکاب که در اینجا سرک عمومی سرک نو میگن را تنها بعد علاوه از موترهای خرد موترهای کران هم از 13 ولایت در اینجا عبور میکنند و این پل بیخی تخریب بود و الحمدلله امارت اسلامی را بسیار با وقت کم این را جور کرد و مردم ما هم از این کاری که امارت اسلامی کرده بسیار استقبال میکنه و خوشحال هستند و امید توقع زیاد را هم دارند تا اینکه تصامیم دیگه هم امارت اسلامی در ولسوالی بگرام و هم من حیث نماینده امارت اسلامی در ولسوالی بگرام ما هستم تقاضا داریم که دیگه پروژه های زیادی را هم اینها در نقشه بگیرن، روی کار بگیرن، تصمیم گرفتین خو شروع بکنن و به اختتام برسانن. الله جل جلاله کل ما را توفیق مزید خدمت بسازه. اسم ما عبدالرحیم احمد و ولسوالی بگرام.